خانم ها آقایان، خیلی خوش اومدید. اینجا باشگاه پول. نقشه بازار رو میبینید که سراسر مارکت امروز منفی بود، همونجور که در ویدیوی دیروز تحلیل هفتگی داشتیم. انتظار ما هم از این مارکت به این صورت بود و ظاهرا چیزی که مشخصه همچنان خروج پول ها رو داریم، هم از بورس و هم از صندوق درآمد ثابت که همگی دارن به سمت صندوق های طلا حرکت میکنن. حالا نمیدونم آخرمون در نهایت به کجا میرسه با این رشد هایی که طلا داره انجام میده، هم از اونس جهانی و هم از طلای داخلی. مارکت امروز تنها 10% مثبت معامله شده، در حالی که مارکت روز گذشته 30% مثبت معامله میشد. میبینیم که کاهش 1/3 رو عملا داشتیم و امروز مثبت هامون 1/3 مثبت های روز معاملاتی قبلی بوده. همچنین 90% مارکت امروز منفی معامله شد. آمار بسیار افتضاحی هستش. 503 میلیارد هم شاهد خروج پول بودیم امروز، در حالی که روز گذشته 220 میلیارد خروج پول رو تجربه کردیم. میبینیم که خروج پول هامون عملا 2 برابر شدن، تازه با این تفاوت که امروز 2 و 3 همت ارزش معاملات خرد بوده، در حالی که روز معاملاتی قبلی 3 و 2 همت. میبینیم که شاهد کاهش قابل توجهی از ارزش معاملات هستیم. با توجه به این کاهش ارزش معاملات 503 میلیارد هم خروج پول رو تجربه کردیم، یعنی با 2 و 3 همت معامله 503 میلیارد خروج، در حالی که روز معاملاتی قبلی با 3 و 2 همت که عملا 1 همت بیشتر معامله صورت گرفته بود به نسبت امروز، تنها 220 میلیارد. میبینیم که فروش هامون بسیار سنگین هستش و فشار فروش در مارکت بسیار بالاست. خب قبل اینکه تحلیل چارت هامون رو شروع کنیم، شاخص کل و شاخص هموزن و پالایش و اهرم، طبیعتا قبلش میام یه بررسی آماری داشته باشیم از مارکت امروز، ببینیم مارکت امروز به چه صورت، مارکت روزهای آینده چه اتفاقی براشون میفته. از روی آمار تشخیص میدیم و بعدش میریم سر وقت تحلیل چارت هامون. خب نمودار تحرک قیمتی 161 نماد قیمت آخرین معاملهشون بالاتر از قیمت پایانی هستش و در قسمت منفی ها 658 نماد قیمت آخرین معاملهشون پایینتر از قیمت پایانی هستش. میبینیم که آمار بسیار افتضاح، بسیار به نفع فروشنده است. خب این نمودار به ما میگه که مارکت روز بعدی هم یه مارکت منفی رو خواهیم داشت. سرانه خرید و فروش حقیقی، هر حقیقی به صورت میانگین 25 میلیون خریده و به صورت میانگین 40 میلیون تومان فروخته که بسیار به نفع فروشنده ها هستش و مارکت در دست فروشنده هاست. تعداد نمادهای مثبت و منفی، مثبت هامون تنها 62 نماد و منفی ها 757 نماد. عملاً کلیت مارکت امروز منفی معامله شده. تعداد صفحه خرید و فروش، صفحه خرید 25 تا و صفحه فروش 468 نماد. یه اتفاق بسیار عجیبی اگر به نسبت اول مارکت ببینیم، صفحه خرید ما همون جایی بودن که تقریبا اول مارکت بودن و صفحه فروش ما اینقدر رشد رو تجربه کردن. خب این هم به ما نشون میده که مارکت روز بعدی مارکت بسیار منفی رو خواهیم داشت. ارزش سفارشات روی تابلو تقاضا تنها 234 میلیارد و عرضه هامون 2119 میلیارد. میبینیم که عرضه هامون بسیار 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 بیشتر هستش، بین 9 تا 10 برابر ما شاهد عرضه روی تابلوی مارکت هستیم. خب این هم به ما نشون میده که مارکت همچنان فشار فروش بسیار بسیار سنگین رو داره و همچنان نزولهای سنگین رو خواهیم داشت. شاهد 503 میلیارد خروج پول از بورس بودیم و همچنین شاهد 710 میلیارد خروج پول از صندوق درآمد ثابت. معمولا وقتی که یکی از اینها منفی میشه، یا صندوق درآمد ثابت یا بورس یکی از اینها خروج پول داره، معمولا وارد اون یکی مارکت میشه، نه اینکه هر دو تاشون منفی باشه. حالا چه برسه به اینکه خروج پول های بسیار بسیار سنگینی رو داریم. حالا سوال به وجود میاد این پول ها کجا میره؟ همه این پول ها وارد صندوق طلا شده. در واقع یه چیزی معادل 950 میلیارد ما امروز شاهد ورود پول به صندوق طلا بودیم که آمار بسیار 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 عجیبی هستش و نمیدونم واقعا آخرمون قراره به کجا برسه. چیزی که از روی آمارها میبینیم اینه که فعلا مارکت منفی برقرار هستش. روی چارت ها هم این رو برای ما اثبات میکنه که الان چارت ها رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم، ببینیم با خودمون و با مارکت چند هستین. لطفاً تا انتهای ویدیو رو تماشا کنید، چرا که 4 تا نماد مارکت تحلیل میشن: شاخص کل، شاخص هموزن، پالایش و اهرم. این 4 تا نماد، این 4 تا چارت عملاً مهمترین های
های مارکت هستن که ما تشخیص بدیم کلیت مارکت به چه صورته. یعنی صرفا اینکه شما بیای یه چارت رو تحلیلش رو ببینی بقیه رو نبینی اونقدر نمیتونه کارآمد باشه و نمیتونید اون نتیجه مطلوبی که مد نظر ما هست بگیرید. بنابراین تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید که هر چارت تحلیل رو ببینید و در نهایت انتهای ویدیو به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید. خب چارت اول چارت شاخص کل رو داریم. امروز منفی بسیار سنگینی رو زد. اولا چیزی که دیروز انتظار داشتیم ناحیه 2,39,000 واحد بود، در یک هندل به این ناحیه رسیده. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ در اینجا ما چند تا سناریو داریم که این سناریوها با تحلیل بقیه چارت ها تکمیل میشه، چون اونها بسیار بسیار مهم هستن که بعدش به این موارد میرسیم. همه این چارت ها با همدیگه در ارتباط هستن. چرا؟ چون ما روی پالایش انتظار داریم که 10% مارکت بیاد پایین. اگر قرار بر این باشه 10% پالایش بیاد پایین، طبیعتاً شاخص کل این ناحیه رو کلا میشکونه و پایینتر هم میاد. اوکی، خب پس حالا چه اتفاقی میفته؟ چیزی که در اینجا داریم میبینیم کندل امروز یک کندل بسیار نزولی قویه که به تارگت نزول ما رسیده، به این ناحیه حمایتی. و روی آمار امروز هم دیدیم که فاجعه بار آمار و نشون میده که مارکت همچنان نزولش رو ادامه خواهد داد. بنابراین مجبور هستیم که تایم رو ببریم بالاتر و ببینیم چندیم. خب در تایم یک ماهه میبینیم که این کندل داره خودش رو به اینجا میرسونه. تنها 2 روز دیگر این کندل ماهانه بسته میشه. حالا باید ببینیم که آیا مارکت از اینجا، یعنی از فردا، مارکت میتونه حمایت بشه یا نه. اگر حمایت شد که عالی، اگر حمایت نشد طبیعتا این ناحیه شکسته میشه و میاد پایینتر و کلا دیگه مارکت نزولی میشه. و اگر نزولی بشه و این اتفاق صورت بگیره، یا به عبارتی اگر فردا حمایت نشود مارکت، طبیعتا مارکت قیمتای خیلی پایینتر رو خواهد دید. یعنی ناحیه بعدی که مارکت بهش میرسه و اونجا رو ما احتمالاً باید انتظار داشته باشیم که مارکت بهش برسه 1,951,000 واحد تا 1,937,000 واحد هستش که ما میتونیم اینجا رو انتظار داشته باشیم. بنابراین همه چیز به فردا بستگی داره. اگر مارکت فردا حمایت شد که شد، اگر حمایت نشد به احتمال 70-80% مارکت در نهایت به این محدوده 1,951,000 واحد و 1,937,000 واحد حرکت خواهد کرد. بنابراین فردا بی نهایت برای مارکت مهم هستش. البته با توجه به آمارهای افتضاحی که داشتیم، حمایت شدن شانسش طبیعتا خیلی پایینه. شاید بگم 20% شانس حمایت شدن داره و امیدواریم که حمایت بشه، ولی شانسش تنها 20% و 80% ما همچنان نزول رو خواهیم داشت و ناحیه پایینتر رو خواهیم دید. حالا اگر بخوایم به نسبت امروز در نظر بگیریم، یه چیزی معادل 5% دیگر از شاخص کل انتظار میره که مارکت نزول داشته باشه. 5% یعنی چقدر؟ امروز 1.19% مارکت ریخته. حالا ما میگیم 1%. امروز مارکت 1% ریخته. طبیعتا ما 5 روز دیگر نیاز داریم که مارکت به این صورت نزول داشته باشه که در نهایت خودش رو به این ناحیه حمایتی برسونه. یک آمار بسیار بسیار فاجعه باری هستش. بنابراین فردا بی نهایت مهم، هرچند 80% حمایت نخواهد شد و تنها شانس حمایت شدن 20%. در نتیجه استراتژیتون رو جوری بریزید که نابود نشید. چندین ویدئویی که ما تاکید داریم که آقا اگر نوسانگیر هستید نقد بمونید، اگر نقد هستید باز هم نقد بمونید، اما اگر سهامدار هستید کاری انجام ندید. چرا؟ به این خاطر که خب مارکت بیاد پایین، بیاد اینجا، حتی پایینتر هم بیاد که استاپ فیشینگ رو انجام بده، استاپ خیلی از افراد رو بزنه، خیلی رو بندازه بیرون، دولت خودش میاد اینجا فول میخره اینجاها و بعدش مارکت میره بالا. اوکی، اینجا عملا شما یه چیزی رو از دست دادی به اسم زمان. این زمانی که در اینجا شما از دست دادی برای یک سهامدار اونقدر اهمیت نداره و سهامدار با این اوکی هستش که زمان طبیعتا بالاتر هستش. بنابراین پیشنهاد ما اینه که اگر کسی سهامدار هست سهامداری رو انجام بده. در غیر این صورت اگر کسی سهامدار نیست طبیعتا پیشنهاد میشه که نقد بمونه و کاری رو انجام نده. بنابراین ما این رو اینجا بندازیم که برای روز آینده این رو عملا داشته باشید. در ضمن در نظر داشته باشید که تیم باشگاه پول صرفا پیشنهاد میده. اینکه شما چه تصمیمی بگیرید پای خودتون هستش و سود، ضرر یا هر نتیجه‌ای که میگیرید طبیعتا مسئولیتش پای خود معامله‌گره و تیم باشگاه پول هیچ گونه مسئولیتی در قبال تصمیمات شما نداره. چارت بعدی شاخص هموز رو میبینید که امروز رسیده به ناحیه حمایتیش. ببینید روی هموز هم روی حمایت هستیم. بنابراین فردا بی نهایت مهمه. اگر مارکت حمایت شد که شد عالی، اگر نشد کار
کار بسیار فاجعه بار میشه و ما 5 روز منفیای سنگین رو خواهیم داشت، یا یک کله یا به این صورت که گام به گام به سمت پایین بیاد. خب حالا این نایه حمایتی 675,000 واحد که الان بهش رسیده چقدر قویه؟ من فکر نمی کنم اونقدر قوی باشه. همونجور که انتظار داشتیم روی شاخص کل، روی شاخص انوز هم احتمال میره که 80% حمایت نشه. چرا؟ به این خاطر که ما روی آمارها دیدیم که آمارهای بسیار فاجعه باری داریم و فشار فروش بسیار بالا هستش. ما مجبور هستیم که روی شاخص انوز هم بیایم تایم هفتگی. تنها جایی که میشه بهش امیدوار بود ناحیه 668,000 واحد تا 665,000 واحد هستش که به عنوان اولین ناحیه حمایتی مهم میشه در نظر گرفت. بین 1 تا 1.5% دیگر نزول رو میتونه مارکت تجربه بکنه. امروز 84% نزول رو داشته. اگر قرار باشه به اینجا برسه، طبیعتا 2 روز دیگر با همین منفی امروز به اینجا خواهد رسید، ناحیه 665,000 واحد. خب اجازه بدید تایم رو ببریم بالاتر، در تایم 3 ماه مارکت رو ببینیم. خب در تایم 3 ماه مارکت فعلا این 665,000 واحد خوبه براش و اگر اینجا حمایت شد که شد، اگر نشد طبیعتا ناحیه پایینتر رو خواهد دید. میشه انتظار داشت که یه دونه این ناحیه رو داریم در آینده، یه دونه که این ناحیه مهم هستش رو در اینجا داریم. حالا امیدوارم به این ناحیه پایینه دیگه نرسه. حالا ناحیه حمایتی بعدیش 653,000 واحد و ناحیه حمایتی کفی که در اینجا وجود داره 632,000 واحد هستش. اگر با قیمت امروز در نظر بگیریم تا 665,000 واحد رو که گفتیم 1.5% دیگر، ناحیه حمایتی بعدی 653,000 واحد 3.3% دیگر و ناحیه 632,000 واحد 6.5% دیگر ما نیاز داریم که روی شاخص انوز منفی رو داشته باشیم. توجه کنید که 6.5% خیلیه. چرا؟ به این خاطر که امروز 84% ریخته و سبدهای ما 2% 3% منفی شدن. حالا حساب کنید که این نسبت رو در دیگه، یعنی تقریبا یه 6-7 روز دیگر به این صورته، یعنی سبدهای ما شاید تا 20% 25% هم بیان پایین. بنابراین این نزول خیلی سنگینیه. این 6.5% که میگیم یا 3% که میگیم اینا منفی کمی نیستش و حتی اون 1.5% هم که در نظر داریم تا ناحیه اول بدین 665,000 واحد، اینجا هم عملا نزول سنگینیه. یعنی یک چیزی معادل 6% سبد ما میاد پایین. پول بسیار ارزشمنده، همینجوری داره جلو چش ما کم و کمتر میشه سبدهامون سر هیچی، سر اتفاقاتی که واقعا حق ما نیستش و اگر اون صلح و آرامش وارد منطقه بشه طبیعتا بورس اصلا خنده‌داره در این قیمت ها باشه. در کل امیدواریم که این مارکت خوب بشه و من فکر می‌کنم که این مارکت خوب خواهد شد. فقط با یه کوچولو بهش زمان بدیم که یه آرامشی بیاد وارد منطقه بشه که در نهایت ببینیم چه داستانی رو خواهیم داشت. چارت پالایش رو می‌بینید. پالایش حمله ور شده به این ناحیه 11700 که بار قبلی اینجا حمایت شده. مفصل راجع به این ناحیه صحبت شده که چرا انتظار نداریم اینجا مارکت حمایت بشود. خب حمایت نمیشه، احتمال بسیار زیاد حمایت نمیشه. دلیل هامون هم کاملا در ویدیو قبلی گفتیم. اگر ندیدید همین ویدیو دیروز رو برید ببینید، کامل مفصل راجبش بحث شد. خب اینجا رو میشکونه به احتمال بسیار زیاد و ما باید انتظار داشته باشیم که تا 11100 مارکت بیاد پایین. حالا اگه یادتون باشه چارت شاخص کل رو داشتیم تحلیل میکردیم، یه نکته رو بهتون گفتم تمام تحلیل ها رو ببینید، چرا که پالایش به ما میگه نزول های سنگینی رو خواهم داشت. ببینید اگر قرار بر این باشه که پالایش این ناحیه رو بشکونه و بیاد ناحیه پایینتر که تقریبا بین 7% تا 8% دیگر 9% دیگر انتظار میره نزول رو داشته باشه، طبیعتا شاخص کل دیگه حمایت نمیشه فردا یا روز بعدی دیگه حمایت نمیشه و اون ناحیه مهمی که رو شاخص کل داریم طبیعتا شکسته میشه و ما ناحیه های بسیار پایینتر رو روی شاخص کل میبینیم. در کل کندل امروز یک کندل بسیار قدرتمنده و انتظار میره که مارکت روز بعدی هم یه مارکت نزولی سنگین باشه. در کل امیدواریم که فردا مارکت حمایت بشه، هرچند احتمال حمایت شدن فردا تنها 20% و 80% مارکت نزولی رو خواهیم داشت و نزول‌های سنگین‌تری رو هم داریم. خب چارت اهرم رو می‌بینید. در تایم روزانه می‌بینیم که مارکت همچنان داره به سمت پایین میاد و کندل امروز یک کندل بسیار قوی هستش. فعلا انتظار داریم تا 1500 تومان بیاد پایین. خب اگر تایم رو ببریم، تایم یک ماهه و اگر اینجا رو ببینیم کاملا همه چیز گویا هستش. در تایم یک ماهه ما در اینجا یک ناحیه حمایتی بسیار بسیار خوب رو داریم که بار گذشته بهش نرسید. درسته اینجا نزدیک شده اما نفوذ نکرده قشنگ که اینجا اوردرها یا همون سفارش ها فعال بشه. 1500 تومان عملا ناحیه خوبیه، یه ناحیه حمایتی و امیدواریم رو 1500 حمایت بشه و مارکت به سمت بالا بره. فعلا انتظار داریم که مارکت 1500 بیاد پایین و در نهایت ببینیم چه ریاکشنی به این ناحیه داره. اگر بخوایم با قیمت امروز
امروز در نظر بگیریم یه چیزی معادل 4 تا 5% دیگر مارکت میتونه نزول رو داشته باشه که خودش رو به این نایه حمایتی 1500 برسونه که بعدش ببینیم ریاکشن مارکت به چه صورت هستش. خب نتیجه گیری این ویدیو این میشه که مثل بار گذشته اگر نقد هستید نقد بمانید، اگر هم نوسانگیر هستید نوسانی رو انجام ندید نقد بمانید و اگر سهامدار هستید پیشنهاد میشه که سهامداری کنید، چرا که بورس بازارهای سهام همیشه اثبات کردن که در دراز مدت سودی بسیار خوبی هستند. فقط و فقط ما نیاز داریم که یه آرامشی وارد منطقه بشه و این آرامش اگر وارد منطقه بشه و اوراقی که دارن منتشر میکنن سودش رو بیارن پایین، صندوق‌های درآمد ثابت سودش رو بیارن پایین، طبیعتاً به واسطه این دوتا دلیل مارکت میتونه رشدهای بسیار 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 زیادی رو انجام بده. البته یه نکته رو ما نباید فراموش بکنیم، به علت اینکه بورس 4 سال 5 سال چند سال دیگه ما نزول رو داریم، از اون طرف هم دولت کمبود بودجه داره، طبیعتاً سعی بر این داره که مارکت رو بکشونه پایین که در مقابل خودش بتونه با قیمت‌های بسیار پایینتر بخره که بعداً مارکت رو رشد بده و کسری بودجهش رو تامین بکنه. این نکته‌ای که وجود داره و باید حواسمون به این موارد هم باشه و فکر نکنیم که منفیات تا ابد قرار ادامه دار باشه، هرچند طبیعتاً سبدهای ما منفی‌های بیشتری رو تجربه خواهد کرد ولی به پایان میرسد. این روزهای تاریک، روزهایی که هیچ امیدی به آینده نیست، طبیعتاً به پایان میرسد ولی خب باید زمان بدیم. فعلا در نزول هستیم، فعلا نباید کار خاصی انجام بدیم، باید بیشتر بیننده باشیم و اجازه بدیم که مارکت اون حرکتی که قرار انجام بده، افرادی که تصمیم گیرنده هستن به اون اهدافشون برسن و در نهایت مارکت رشد بکنه. اگر اونها بخوام مارکت رشد بکنه طبیعتا هیچ چیزی جلو مارکت رو نمیتونه بگیره و اگر هم مارکت به واسطه تصمیم اونها نخواد رشد بکنه طبیعتا هیچ کس نمیتونه مارکت رو به سمت بالا ببره. بنابراین اون بالاها باید بخوان، چرا که سودها همش دست دولت، راحت میتونه سودها رو بیاره پایین و مارکت به سمت بالا بره و همچنین آرامشی هم که در منطقه نداریم هم باید اوکی بشه و در نهایت سودهای بسیار فوق العاده ای رو داشته باشیم. در کل فعلا هیچ کاری انجام نمیدیم، فعلا انتظار نزول رو داریم تا ببینیم آخرمون به کجا میرسه. هر موقع مارکت اوکی شد طبیعتا مجدد اعلام میکنیم الان مارکت اوکی و اگر نقد هست، اگر نقد نبودید که هیچی، اگر نقد بودید طبیعتا بیاید و اون موقع سهام بخرید ولی در حال حاضر سهام نخرید. خیلی خوشحالم که تا این لحظه با ما همراه بودید، خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.